در آثارخانه ملی تاجیکستان یک تالار الوهیده به دولت سامانیان بخشیده شده است که در این گوشه باشد همه آن آثار تاریخی و فرهنگی که منسوب به زمان دولتداری سامانیان می باشد به معرض تماشا گذاشته شدند و یک قسم مهم این اشیاء به نمایش گذاشته شده را آثار سفالی از جمله ظرف‌های گوناگون سفالی تشکیل می دهند که در زمان دولتداری سامانیان صنعت کلالگری به اوج اعلای خود رسیده بود. از جمله یکی از ویژگی‌های هنری ظرف‌های سفالی این دوره از زمان‌های قبل در آن بود که الکی ظرف‌هایی که در این دوره ساخته می‌شدند بالای آنها لعاب می‌گرفت و همزمان با نقش‌های اپیگرافی یعنی کتیبه‌ها روی و داخل آنها آرا داده می‌شدند و حالا باشد در این گوشه نمایشی ما یکی از ظرف‌های خیلی هم جالب انیخترش یک شاهکاسه کتیبه‌دار را می‌بینیم که از سفال ساخته شده است منسوب به زمان دولتداری سامانیان یعنی به عصرهای 9 و 10 میلادی می باشد و این شاهکاسه سفالی در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی از قلعه هولبوک بازیافت گردیده است و چگونه ای که ما می‌دانیم هولبوک در اون زمان پایتخت ختلان زمین محسوب می‌یافت و در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی از جانب باستانشناسان این ظرف بازیافت میشد که در حالت شکسته قرار داشت و پس از ترمیم و برقرارسازی این ظرف معلوم میگردد که در داخل آن نوشتجات با خط قدیمه عربی با خط کوفی موجود می باشد که این یعنی نوشتجات از جانب خطشناس شناخته تاجیک کتیبه شناس شریف زاده عبدولی خوانده ترجمه کرده می شود که مضمون آن چنین است که الحد من علامت الفقد یعنی قهر و غضب نشان باختن است یعنی هر نفری که در کار غضب میکند اون بای میدهد. البته این و به مانند این دیگر پند و اندرزها در ظرف‌های سفالی زمان سامانیان بسیار هم به شکل براعلا مشاهده می شود. البته این خود دلیل آن است که این نوع هنر یعنی ساختن ظرف‌های سفالی و ویژگی‌های هنری آنها در عصرهای 9 و 11 میلادی بسیار هم به یک اوج اعلای خود رسیده است که یکی از نادرترین آنها همین شاهکاسه سفالی کتیبه‌دار می باشد که امروز در این گوشه نمایشی آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشابینان گذاشته شده است.